بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته باشد هم دیداران عزیز و هم وطنان گرامی. باز خدا را سپاسگزار هستم که وقت پیدا کردیم امروز یکی از دو شعر بیدل تحلیل مختصرش در نظر گرفتم در دو ویدیو جداگانه. هر دو شعر غزل 34 و 35 بیدل، غزل 34 و غزل 35 بیدل از دیوان غزلیاتش اینجا انتخاب کردیم، خدمتتان هستم. این غزل 34 بیدل در همون موضوعات معلومه که همیشه بیدل از او بحث میکنه. مسئله فناست، مسئله عدم دلبستگی به دنیاست و به مادیات است. دیگه همچنان بیان ویژگی های انسان های خسیس است و بیان احتیاج حال خودش است. این موضوعات بحث میکنه و در جریان شرح بنده های غزل شما ایره میفهمید. میگه جز پیش ما مخوانید افسانه فنا را، هر کس نمیشناسد آواز آشنا را. کسانی که اشعار بیدل کوشش میکنن که همیشه عرفانی تفسیر بکنن، باز فنا را میبرند باب فنا فی الله یا وحدت الوجود و این مسائل و این اکثر کلان و درازی میدن. ولی همیشه همه اشعار بیدل عرفانی نیست. بسیاری از اشعار بیدل است که بیان حالت خودش است، بیان حالت جامعهش است، همون شکایت هایی که از زندگی داره یا تعریفی که از زندگی داره، همون انسان شناسی که بارها ما گفتیم. اینجا فنا به معنای ناپایداری دنیا و زندگی است. در این جریان غزل معلوم میشه که منظور بیدل نیست که فنا یک روز انسان میره و رفتن از این دنیا و دنیا ابدی و دنیا اصلی است و این دنیا عرضی است. میگه در پیش ما میگه جز از افسانه فنا، یعنی از نابودی از اون دنیا چیزی از این دنیا نگویید. این زیاد علاقمند نیستم. هر کس نمیشناسد آواز آشنا را. میگه عامه مردم شما توقع نداشته باشید که ارزش این دنیا را بگذارن و به ارزش این دنیا پناه ببرن. میگه ما از جمله کسایی هستم که آواز آشنا را میشناسم. این مراد از ما آواز دلش است، آواز نفسش است یا آواز هستی است. یک تعبیر است که ما دنیا را خوب شناختم که بقا نداره. از طاق و قصر دنیا کس خاک و خوش چینه، حیف است پست گیره معراج پشتی پا را. میگه از طاق و قصر دنیا، میگه خشت و گل و لای و سنگ با سری هم میکن، از این قصر میسازیم برای حیات زندگی تا. ولی این بسیار حیف است میگه که اما معراج پشتی پا را شما نادیده بگیرید. معراج پشتی پا تعبیری از پشتی پا زدنی به دنیاست. میگه که به دنیا پشتی پا زد یا به هستی پشتی پا زد. این امور به معراج یا بلندات هم بگره. هر کسی که به دنیا پشتی پا زد به معراج میرسه، یعنی به اوجی امو معرفت میرسه. چشمی تمام مدوزید بر کیسه خسیسان، باور نمیتوان داشت سگنان دهد گدارا. این ظرافت های بسیار بلندی به دل مدام مسئله است که ما حالت خود اینجا بیان میکنه. این نه به عرفان تعلق داره، همون بیان حالت احتیاج روزگار خود که من انسان است در یک وقتی این محتاج شده و چیزی نداشته یا توقع از یک پادشاه از یک صاحبی جا و مال داشته مثلا کمکش نکرده. میگه شما هم میگه چشم تمام میگه بر کیسه کسانی است که وای واقعیت هم از در زندگی یک درس است برای ما که شما میشناسید که انسان خسیس است، دنیا پرست است، با دنیا ایمان آورده. میگه با کیسه از اون میگه شما چشم ندوزید. میگه چرا؟ میگه باور نمیشه که میگه یک سگ پیش نان پرت و نان به گدا بده. این را تشبیه میکنن به سگ. کوه قاعده داریم ما در همه ادبیات عربی فارسی که مشابه هم بهی نیست. خب این تشبیه به این میکنه که سگ چیزی گریسنه است و انسان خسیس هم مثل سگ است، یعنی سگ نیست. روزی دوزین بضاعت مردن کفیل هستی است، برگی معاش ما کرد تقدیر خون بخارا. میگه از این دو بضاعت، این اکثری مردم ها پیش از اینکه آخری یعنی بیت بخوانن زود این تفسیر میگن، نزدیک خود یک چیزی میتراشن.
این مردن و هستی را، یعنی زندگی و مردن، این را میگه دو بیزاعت تعبیر میکنه. دو بیزاعت یعنی دو پدیده. بیزاعت در عربی چیزی موجود، یا چیزی که مجسم موجود است. میگه مردن و هستی یا زندگی و مردن دو بیزاعت است. میگه روزی میرسه که کفیل یعنی یکی از این بیزاعت ها دیگه ایش است. چی معنی مردن؟ کفیلی زندگی است. یعنی زندگی ناپایدار است، مردن اصل است. مردن حتمی است و زندگی حتمی نیست و بقا نداره. این عمل ما شما در زندگی میبینیم. کفیل به معنای از اینکه یعنی نگاه دارنده، یعنی مرگ است که زندگی را نگه میداره. چی معنی؟ که وقتی که مردی به زندگی ابدی میرسی. برگی معاشی ما کرد تقدیر خون بهارا. برگی معاش هم تعبیر، یک تعبیر ظریفانه بدیل از سند زندگی است، یعنی خط زندگی، سر خط زندگی، همین تاریخچه زندگی، هر چی که میگین. همین برگی معاشی ما میگه تقدیر ما کرد تقدیر خون بهارا. میگه همین سند زندگی ما یا پیمان زندگی ما تقدیرش میگه به می تاوان دادن است، یعنی خون بها به معنای تاوان دادن است. که همو دل که هر وقت که نفس میزنه یک خشکی از قصر زندگی کم میشود، یعنی خون بها دادن است. یعنی خون بها دادن است. در چشم کس نمونده است گنجایش مروت، زینخانه ها چی مقدار تنگی گرفت جارا. این دمی جام بدل شکایت حالت خودم میکن. این صاحب مقام و جا و منصب و مالی که وقت بوده و مثلا بیده همراهش بوده و احتیاجات از این رفع میکنه، بیان اما حالت است. میگه همین مروت در چشم هیچ کس نمونده. و شعر خوب هم است که همیشه ترجمان حال زندگی مردم در هر زمان باشه. در این زمان ما و شما ممیز خدا نکنه که کارتان به یک کس بند باشه. باز میبینید که مروت مردم چه قسم است و این تجربه را هر کدام ما و شما داریم، به خصوص خودی مدارم که وقتی که کار به یک کس بند باشه، سالها منتظر باشی، واسطه که خصوصا در زمان جمهوریت کار بسیار مروج بود، باز هم اونجا میبینید که چقدر سخت است. در چشم کس نمانده است گنجایش مروت، زینخانه ها چه مقدار تنگی گرفت جارا. جا در عربیات اصیلی فارسی به معنای مقام است، منصب است، یعنی وظیفه دولتی است یا کسی که در قدرت باشه. را جا میگن. یک هیرم در آخرش باشه خود جا میگن. از همین خانه، از همین چشم تنگی ها و مروت های انسان های سیاستدان میگن همین جا، یعنی همین مقام و منصب دولتی چقدر تنگی گرفته، در حالی که مقام منصب دولتی باید جای گشایش و فراخی باشه که برای همه دوجات باشه. از دستبردی حاجت نم در جبین نداریم، آخر هجومی مطلب شست از عرق حیار. دستبرد به معنای همون دزدیدن است یا چور کردن است. میگه همین حاجات، ضروریات یا احتیاجیت ما یا ناتوانی ما، میگه این نم در جبین ما نماد، یعنی عرق شرم در جبین ما، شرم و آبروی ما همگیش رفت از دستی که همین ناتوانی یا از اینکه حاجت و ضرورت زندگی برای ما هجوم آورد. از دستبرد حاجت نم در جبین نداریم، آخر هجومی مطلب شست از عرق حیار. میگه مطلب یعنی خواهشات. وقتی که تقاضاهای ما، خواهشات ما وقتی که برای ما هجوم بیارن، چندین خواهش ما همزمان مثلا داشته باشیم، در اون صورت میگن اما عرق ما را که نتیجه حیای ماست، از جبین ما چی میکنه؟ توسط عرق، اما عرق که در جبین آنم از خجالت میاد و حیا را میشوید. این را تعبیر میکنه عرق به آب، حیا را به یک چرب یا مثلا به یک چیزی که موجود است این را میشوید، یا مثلا به یک رنگ خوب. مثلا وقتی که این را شوشتی به معنا میشود. یعنی عرق میگه از خاطر از اینکه مطالب زیاد هجوم آوردن یا مقاصد زیاد وجود آوردن یا خواهشات زیاد وجود آوردن، میگه عرق میگه حیا را از چهره ما شست. جز نشعه تجرد شایسته جنون نیست، صرفی بهاری ما کن رنگی ز گل جدارا. بسیار ظرافت های چیزی بدیل است. میگه در زندگی میگه جز نشعه تجرد شایسته جنون نیست. وقتی که تو امی یک دیوانگی با معنا، یعنی عارف میشه یا میخوایی که مثلا عارف باشی یا همو تو را مردم دیوانه بودن از دنیا که خدا میبره، کسایی که از دنیا زیاد باور ندارن بود، در زمان ما شما بعضی آدمای عارف هستن، مردم اونا رو دیوانه میگن در حالی که اونا هستن هوشیار هستن. میگه امی چیزی را که دیوانگی یا بریدن عرفان از دنیا داره میگن نشه تجرد است. تجرد چی معنی؟ که یعنی وابسته به دیگه کس نباشی، یعنی مستقل باشی، استغنا داشته باشی. اما شعری حافظ هم روز یادم نمیاد در
با غزل دیگه براتون بگم که میگه غلام همتیانم که زیر چرخ قبود زی هرچی رنگ تعلق پذیرد آزاد است. این حافظ میگه، چقدر بلند میگه. عین معنای همین شعر بیدل است که جز نشه تجرد شایسته جنون نیست، صرفی بهار ما کن رنگی ز گل جدا را. رنگی را که میگه از گل جداست، یعنی در گل رنگ که در گل است خو از اون جدا نمیشه، جدا شدنی نیست. میگه شما یعنی تجرد داشته باشین، یعنی جوهر داشته باشین، یعنی موجود مستقل باشین، قایم به غیرهی نباشین. رنگ گل کی است؟ جوهر چیز است، عرض است. ما یک جوهر داریم در منطقه که عرض به که وابسته به غیر است، غیرش نباشه و معلوم نمیشه. میگم منم رنگی را میخوام که وابسته به دیگران نباشه. تا زنده ایم باید در فکر خیش بردن، گردونی بی مروت بر ما گماشت ما را. میگه همین زندگی قسمی ساخته، گردون همیشه مردم یک تعبیر عامیانه میکنن، مردم از هستی و از کل دنیا یا از این چرخ و فلک که در دنیا مثلا کره و سیارات میشه گردون میشه که تعبیر از باشه، ولی گردون به معنای قانون زندگی است. یعنی قانونی که متداول است، یعنی میگردد در زندگی ما. در زندگی هر کس تجربه میشه، در زندگی هر کس تکرار میشه، یک تجربه عام است. گردون مرادش هم است. تا زنده ایم باید در فکر خیش مردن، گردونی بی مروت بر ما گماشت ما را. میگه ما تا زنده هستیم، میگه دغل خود هستیم، همیشه برای فایده خود میکوشیم، تلاش میکنیم همه چیز برای خودمون به دست بیاریم. میگه همین گردونی بی مروت، یعنی همین قانونی بی مروت زندگی می قسمی کرده که خودی ما دشمن جان خودمون ساخته. همه تلاش ما در نابودی خودمون، واقعیتش هم است که همیشه انسان عمرش صرف میکنه، وقتش ضایع میکنه، هدر میده، هر ساعت هر لحظه از عمرش میگذره در فکر اشباع کردن خودش است، در فکر جمع‌آوری برای خودش است، کلی کار برای خودش میکنه. گردون بی مروت میگه ما رو. بی مروتی معناش میسته که انسان به دیگران توجه نداشته باشه، یعنی در مقابل دیگران خوبی نکنه. آهم زینا رسایی شد از اشک و با عرق ساخت، پستی است گر خجالت شبنم کند هوا را. میگه این آهی که من دارم بدل واقعا بیان حالت خودم میکنه، این مسئله عرفانی نیست. در اینجا میگه همین آه و سوز دلی که من میگه که بیان کردم از نارساییم، از ناتواناییم یا یک مطلب پیش کسی بردم، میگه به عشق تبدیل شد، یعنی حتی با گریه رسیدم، با زاری رسیدم. شما در تلویزیون ها ببینید که اگر آدم محتاج، اگر آدم فقیر، اگر آدم که سابقه بسیار خوب داشته باشه، یک ذره زیر گریه میزنه و گریان میکنه، در عشق هم آهی خدا بیان میکنه. میگه آهی منم میگه از نارسایی میگه به عشق تبدیل شد و با عرق که در روی ما بود بایی ساخت. چی معنا که این عشق و عرق من؟ عرق تعبیری از ناتوانی و از خستگی و نارسایی است و عشق در حالت غم و حزن است. میگم یا آهی من به عشق تبدیل شد و با عرق ساخت، در روی چکید. بیکاری آخری کار دستی ما را به خون بست، رنگین نمیتوان کرد زین بیشتر حنارا. ببین همین حال همین یک کسایی منصب جا داره، پول داره، که و فقیر میشه، غریب میشه، میره و کار میکنه، قدر کار میکنه، دستاش آبله میکنه، رنگ دستاش به خون تر میشه. و یک بیان واقعیت است. میگه بیکاری ما، بی وظیفگی ما، دربدری ما، میگه آخر همین شد، میگه که دست ما میگه از خودش از خون حنا بسته کرد برای خود، یعنی دست خونیش مزدوری مردم کردم. من استاد در مزار دیدم که او گفت که ما استاد دانشگاه بودم، ولی زمانی اومد که ما مارها در بازار حمالی کردیم و کار کردیم و دستای ما آبله کردیم. این همین تعبیر برام گفتی که پیاده اومدم اینجا. بیکاری آخری کار دستی ما را به خون بست، رنگین نمیتوان کرد زین بیشتر حنا. از این بیشتر دیگه ما حنا ضرورت نداره، دست ما ظرفیت حنا را نداره. یعنی جای تعبیر از خوشی است که وقت خوشی و دیگه نیست که حنا بسته کرده خود در شب عید از به خاطر خوشی است. دستی در آستینم به دامنی غنا نیست، صبح است با اجابت نامحرمی دارا. این دقیقاً تعبیر همون شعر صاحب است که میره پایین که از صاحب نیست، هر کس منصوب کرد برای خود. این شعر که ولی براتون میگم این از صاحب هست یا نیست، غالبا از صاحب است. من نیافتم خود در بعضی جاها گفته که از صاحب است و در بعضی جاها اینا با شعرهای امام زمان و کسایی که در بخاش امام زمان گپا برادر التشیعی کردن، این درست است. این شعر از یکی از اهالی بدخشان است، فکر میکنه، میگه که رو به درگاهش کی آوردی که گشتی ناامید، گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست. این شعر غالبا از مرحوم سید متقی زیبنی است که امی بند دادی گنجانیده که رو به درگاهش کی آوردی که گشتی ناامید، گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست. میگه تو کی رو به درگاه خداوند آوردی که ناامید گشتی؟ میگه خودی گدا که کاهل باشه، یعنی تنبل باشه، پشت دروازه کسی نره و برای چیزی نمیتونه، تقصیر صاحب خانه نیست، شاید صاحب خانه صاحب کرم باشه. اینجا را به دل میره، میگه دستی در آستینم به دامنی غنا نیست، صبح است با اجابت نامحرمی دارم.
میگم این دستی که من در راستین کردم، عبادت نمیکنم، از خدا نمیخوام، سحرخیزی نمیکنم، میگه این با معنای از که به دامن غنا نیست. یعنی این از دامن یک غنی وجود دارم، من این کار نکردم که با او دامن چنگ نمیزنم. دستی در آستینم به دامن غنا نیست. دستی در آستین کنم میره کوتاهی میکنم، تنبلی میکنم، میگه این معنایش اینه دامن غنا وجود نداره. صبح است با اجابت، نامحرمی داره. صبح برای اجابت است که خداوند گفته ادعونی استجیب لکم. یا حدیث است که در صبح که به خداوند دعا میکنه حتما اجابت میشه. و قرآن کریم است ادعونی استجیب لکم، از ما بخوان من حتما دعای شما را استجابت میکنم. میگه وقتی که کارم نمیکنم میگه گناه خودی ماست. از هر که خواهی امداد اول تلافیش کن، دستی اگر نداری زحمت مدی اثار. این معناش که پس که یک وقتی که دستی احتیاج به کسی دراز بگیری باید حتما تلافیش کنی. قبل آمادگی داشته باش که از کرم کسی، مرهون احسان کسی که میشوی، از کرم کسی که تغذیه میکنی، یک روز این تقاصی داره و باید را پس بپردازی. قبل میگه باید بدانی که این باید را بپردازی، نیکی ها را باید نیکی بکنی. میگه از هر کی امداد میخوای، میگه پیش میگه تلافیش اول بکن بعد یعنی در نیتت باشه. مثال میاد دستی اگر نداری زحمت مدی عصا. یک از دستش کوتاه باشه، دستش چلاق باشه، دست نداشته باشه، خب عصا را گرفته نمیتونه. وقتی که عصا را میگیرین از عصا امداد میطلب، باید اول خودت دست داشته باشه، توانایی باز پرداختش در آینده داشته باشه. خاکی زمین آداب گر به سپر توان کرد، ای تخم آدمیت بر سر گذار پارا. میگم آداب کلمه عربی است، جمع ادب است. ادب به معنای هموار کردن است. این دسترخوان هم معدب میگن به خاطر که هموار میکنن. ادب هم به خاطر یک کسانی میگن با ادب باش، یعنی هموار باش، متواضع باش. این ادب به معنای همیشه معنای لغوی ادب. اکثر مردم معنای ادب نمیفهمن. همین که اخلاق خوب داشته باشی، نیکو باشی، آدمی هموار باشی، زشت نباشی، به معنای همواری است. این تعبیر از همواری. ادب معنای لغویش یعنی معنای اصطلاحی ده به معنای همواری است، یعنی چیز صاف و پاک و هموار. میگه خاکی زمین نیاداب گر به سپر توان کرد. اگه خاکی زمین تو میخوای که ادب کنی، هموار کنی، به سپر نمیشه. باید با یک بیل، با یک کلنگ یا با یک چیزایی که میکوبن خاک کور هموار میکنن، به این نمیشه. میگه ای تخمی آدمیت بر سر گذار پارا. مثال است که میگه تو میگه تخمی آدمیت بکاری، اول سر با زمین بون، یعنی سجده بکن، خدا را عبادت بکن. فهمیدین؟ ای تخمی آدمیت بر سر گذار پارا. معناش ایست که یعنی در جای پا سری خدا بگذار، یعنی سرکشی نکن، تکبر نکن. هنگام شی بیدل کفر از شعله خویی، محراب کبر نتوان کردن قدید دوتارا. میگه در پیری و تکبری، در پیری و غرور، در پیری و گناه میگه درست نیست. میگه هنگام شی، یعنی در پیری میگه بسیار کفر است. چون در جوانی یک از تکبر بکنه ای گناه باشه، اما در پیری کسی تکبر میکنه میگه کفر است. محراب کبر نتوان کردن قدید دوتارا. میگه یک قدی که دوتاست، یعنی قد کیت شده، از پیری قصاد خم شده، بازی را میگن نمیتونه که محراب کبر جور کنی. کسایی که کبر میکنن در پشت سرشون ببینی شکل محراب یا شکل مثلا یک گنبد یک چیزی پشتشان میباشه، از چوکیشان میباشه، همین مثل محراب کبر میگه. در محراب کبر آدم پشت در من میبینه، اما در محراب لواره در رو بارو چستان چه ایستان. و می خاطر میگه محراب کبر میگه نمیتونه قد دو تا رو. تعبیر عزیز که در پیری باید متواضع باشی. یعنی این غزلی 34 بیدل بود، سرسری و کوتاه با عجله براتون ایره شرح کردم. امیدوارم که لایک، سابسکرایب و همکاری با این چنل ما را از یاد نبرین و ما در خدمت شما باشیم. سلام علیکم.